سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من نیما هستم و خیلی خوش آمدید به این ویدیو. بچه آلکادراز اومد، بیریم سراغش. اولین دست نه دومین دست. بچه امیدوارم چنل منو ساب لایک کامنت فراموش نشه، زنگوله گوشه بچه فعال کنید که من هر موقع ویدیو گذاشتم اولین نفری بشید که ویدیو منو میبینید. کامنتتون بچه خواهشم انگلیسی باشه، فارسی نباشه. اگه فارسی باشه میتونی کانال پس انگلیسی باشه. بریم سراغ ویدیو. این چت رو دانلود نکردم، فقط مال خودم و یکی دوتا دیگه دانلود شده. مهم نی البته. چرا یگانی اول نفر نایس، ماشالله. خوبی از این دمیجم بوده. خب بچه بریم پایین. کیه؟ از بکم نریم نامردو، چرا اینجوری آخی؟ با من رد پا جلویی قسمتی که رد پا جلویی گرفته بودم. داراشم اپوش میاد. حالا که اینجوری کردی منم اپوش میاد. خواستم نایفت بکنم ولی دیگه سری وردی میکنم. دیویس برداریم. بریم پایین. شمارسه کل دزدی نکن. ما روش اینا رو بچه خوب بلدم. از اینجا میاد کنی اینه زدمش. این اسکواده بچه آخر بازی یک جور شاخ میشه، فقط ببینید تا ببینم یه نایف راد بکنیم دیگه. کیلبازی نکنین. سلنک بچه ها باید یه ذره به این حال بدم. خوردی بخور. خب بچه ها یه تونه چند تا میسان دیگه بدیم. خب دیگه بریم آقا سراغ ادامه شو. اینجا دیگه بچه ها این اومدم یه اسنایپ بزنه دیدم غیبی زد، غیب شد.
گفتم نه اینو باید میذاره دم یارم آمد بهش میگم بابا خب من اگه مردم باید شما بیاین نیا کنین همه شونم یه مش فقط بخورین اول بچه ها میرن جارو برقی میکنن بعد میان ما رو میگیرن لوتشون که انجام شد نه منو بدون آنها باید بزنم نرو این همونه بچه ها نرو کنین واو خودش به خدا تیر نه آرموری چی نداره خب زدمش همونی بود که منو زد بابا خدا وکیلی یه دونه آرمور ندارن اینا چرا بینه که مدیک بابا هی همه میریزن روی درو چه عجب هنوز ایده رو که نزدن ای وای اینا کی هم دیگه اما اون کی هم دیگه چه عجب سه تا آرمور دیرم اومد چه عجب این دیگه باید بخوری جانم شاد ای داداش نزن خدا وکیلی به من که دخل تو رو میارم ای گونه من آوردم کلتو میکنم ای خدایا چه وضعیه بچه‌ها الان اینجا جنگ میشه بفرما من چی میگم دیگه باز من فقط باید بک بدی بک بدی و به کارهای بدت فکر کنی چرا آرمان نیستش آها این از این کلام بالا جنگه واقعا زیادن تازه خب ما الان 4 نفریم اینا 3 نفرن اینجا دیگه خیلی شاخ شده بودن نگاه کن از بک و اینا همه چی دارن میزنن اینجا دیدم جان بده سریع رفتم بک دادم جان بهتر بشه
اینجا اومده بودم بیاد بیرون، اینجا دیدم نمیخواد بیاد، تا من میام. من اومدم ولی دیر اومدم. کجا هستی؟ مهمش اینه. کم هم برم بیراب خاندراش بدم. این از اولشون. این دومیشون که بچه ها ادب کردن. هی کجایی دایی؟ بالا هاست. این آخری خیلی کمپر بود. دیدیم مثل این که باید اینجوری باشی. کاری نمیشه کرد دیگه، باید شل کنیم. اینجا دیگه ما شل کردیم آقا. هی اینجا ما افتادیم. اینا از این و ایزی. چقدر سم ما بردیم بچه ها بازی رو. اصلا معلوم نبود کجا بودش. بچه ها هم لذت برده باشید. قربون دلتون باشم. حتما لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید، کامنت خوب. امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیو بعد فعلا بابا دوستتون دارم.